الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. صدق الله العلي العظيم. برادران عزیز و گرانقدر، مردم شهر باستان هرات، بسیار خوشحال هستیم که خودم در مابین شما میبینیم. دیروز بعض از برادرها تجاران هرات یا دیگه اسنا بود که ملاقات خواسته بود. بعض مشوره به این شد که حالی اگر 10 نفر و 20 نفر و 30 نفر ببینیم، از این خوب است که به همه مویسه پیدا و کلانا و تجارا و فرهنگیان هرات نامی سالون یک جای ببینیم. چیزی که هست و جریان داره با او شریک کنیم. الحمدلله جلسه امروزی با یک بزرگی و باز با یک اطمینان و آرامی که دایر شده، جای افتخار است، جای خوشحالی است. خداوند ما و شما همه هر وقت همینطور اطمینان و خوشحالی یک جای کنه. برادران عزیز، مثل که پیش از این وزیر صاحبا گفتن، هرات در افغانستان یک جایگاه خاصی داره. هرات در اذهان مسئولین امارت اسلامی افغانستان اهمیت خاصی داره. امروز شما شاهد هستید که پروژه های کلان در هرات آغاز میشه. دیروز جناب وزیر صاحب خارجه و معاون شورای وزیران کشور همسایه دو و دوست ترکمنستان آمده بود. ما هم به تورغونډی رفته بودیم، چیزایی که به ما بسیار خوشی بخشید و بسیار اطمینان بخشید. ما از تورغونډی قریب 50 کیلومتر دور در اینمی سارا و کوها رفتیم. اونجا خط آهنی که با افغانستان وصل شده او را دیدیم. باز از تورغونډی تا هرات که رفت آمد کردیم. نه کدام توپ و ټانک همراه ما بود، نه کدام قطعات زیاد بود، ولی امن بود، اطمینان بود، در مابین مردم محبت بود، همکاری بود. یک گپ خیلی بزرگ است برای ما و شما. هر روز در یک کشور از 200 الی 400 نفر شهید می شد، زخمی می شد. امروز الحمدلله یک واقعه در تمام افغانستان نداریم که کدام جای مخالفین است و کدام حمله کرده. بعد از 45 سال که خداوند به ما و شما یه رحم کرد، که خیلی بزرگ است برادران. باز وزیر صاحب خارجه ترکمنستان از خط آهن دیدن کرد و فیصله به این شد که در پروژه خط آهن هم کار شروع شود. تیم‌های تکنیکی از هر دو طرف تعیین شده که چطور اونجا تاسیسات زیاد شود و چطور تورغونډی با هرات وصل شود. همچنان در پروژه بزرگ ټاپی لوله گاز که به خاک افغانستان رسیده و چند متر داخل هم شده،
صحبت ها شد که چطور بتانیم اینمی پروژه با اونمو عظمت و قوتی که داره شروع کنیم تا که در قدم اول به هرات برسه. و کار سوم این بود که برق که از ترکمنستان به هرات آمده برای اونها سب استیشن به نام نورالجهاد تقویه شده، ظرفیتش بالا رفته. امیدوار هستیم که در آینده نزدیک افتتاح شود تا که مشکل برق بیخی حل شود، هم به هموطنان عزیز و خصوصا برای پاپریکاها و برای پارک صنعتی. همینطور پروژه های بزرگ مثل که شیخ صاحب دلاوری یادآوری کرد از معدن، این همه در هرات شروع شده. حالاتی که تیر شده شما دیدی که حکومت گذشته بگویم یا اداره گذشته یا اشغالگر وقتی که اونها میره و ما و شما چی میمانه؟ بانک های خالی، سرک ها و جاده ها و پارک ها از معتادین فول و بلهای برقی همسایگان سر ما و شما مانده بود. علی الحمدلله او قرضا هم خلاص شد، پارک ها و جاده هم از معتادین فاک شد، علاجشان شروع شد. یہ کدام گپ خردی نیست، یہ در جهان مثل نداره. اشغالگر متجاوزین وقتی که سر یک کشور حمله میکنه چی میکنه؟ کلانایش به پیسه میخره، جوانایش دیوانه و معتاد میکنه تا که خوب غلامی بکنه. در 20 سال گذشته 40 لک از برای خدا 40 لک 4 میلیون مردم افغانستان معتاد شده بود. افغانستان به سطح جهان اول نمره تولید کننده مواد مخدر بود. امروز الحمدلله کشت کوکنار صفر شده و علاج معتادین شروع شده و بسیار از معتادین به این هم جور شده که آلی پیدا کرده نمیتونه. در وزارت خارجه به ما یک مامور صاحب گفت که در خانه ما یک معتاد بود آلی جور شد. گفتین چطور جور شد؟ با شفاخانه بردی یا امارت او را یک جای برده یا چطور؟ گفت نه آلی در شهر کابل میگرده پیدا کرده نمیتونه، مواد نشئی را پیدا کرده نمیتونه. این یک تحول خیلی بزرگ الحمدلله. در منطقه شما میبینید که پیسه همسایگان افغانستان و دور از افغانستان این تلفن ها که خاموشه و چی توان داره؟ جلسه است. پیسه هر کشور پایین میره در مقابل دلار، ولی پیسه افغانستان، کرنسی افغانستان، افغانی افغانستان یہ بالا میره. به سطح جهان یگانه سکه است که در مقابل دلار بالا میره. ولی ما شما افتخار است. حالی اگر خدا نخواسته پیسه ما پایین میرفت، هر چیز دو چند و سه چند و چهار چند قیمتی میشد، باز مردم بیچاره چی میکرد؟ اداره شفافیت جهانی اعتراف کرد که افغانستان در مقابل مبارزه با فساد 44 قدم بالا رفته، یعنی خوب شده، ولی الحمدلله از او زیادتر خوب شده. نرخ‌ها افغانستان به سطح جهان فعلا
در قطار و نمو 20 کشور قرار داره که نرخهای اجناس پایین است، یعنی قیمتی کنترل شده. وقتی که تحول آمده 2.5 سال پیش، امارات تماما تجار صاحبان، تماما صنعتکارا او را اطمینان داد که با اموی اطمینان کار خود باید تقویت ببخشید، هیچ مشکلی به هیچ کس نیست. سابق یک تجار بیچاره 10%، 20%، 15% بودجه و سرمایه و فایده خود به امنیت خود مصرف نکرد. حالا از اون مشکل خلاص شد. اداره سابق با کشورهای همسایه در جنجال و در جنگ و در مخالفت بود، چون که اینجا سیاست امریکا و خارجه ها پیش می بود. حالا الحمدلله ما هیچ مشکلی نداریم. شما شاهد حال هستید این 2.5 سال در هرات، بندر تورغونډی یا بندر اسلام کلا همین تو باز است. یک روز نمروز اگر کدام عارض پیدا شده باشه، همینطور بندر ابو نصر پارابی، نمروز را یا پل ابریشم، همینطور بولدک و تورخم و خرلاچی و غلام خان و بندر شیرخان و حیرتان و عقیله همه باز است. تورخم 1-2 دفعه بند شده، ولی 10 روز و 5 روز و هم خلاص شد. یه همه برای اقتصاد، برای پایین آمدن نرخها تاثیر داره. پروژه های بزرگ که حالی شروع شده الحمدلله، مثل که در معدن است، مثل حوزه نفت امو است که حالی با هزارها تن مواد نفتی بیرون میشه و از او استفاده میشه. سر سالن کار اساسی شد. امیدوار هستیم که در یک هفته آینده افتتاح شود. اینطور یک کار شد که بیخی در تاریخ نشده بود. همینطور در کانال کشتیپا امیدوار هستیم که با میلیون ها مردم از او استفاده بکنه. این پروژه های اساسی و بنیادی است که ما و شما را و پای خود استاد میکنه.